من میدونم که مکان خوشحالی کجاست. با دوستانتان به اینجا بیایید و از اینجا غیر انواع غذای لذیذ، مناسبت رفیقانه و محیط سازگار، همچنین خاطره های زیبا را نیز با خود بگیرید. برک، مکان خوشحالی های شما و دوستانتان. با رقم کوتاه 9494 فرمایش بدهید. السلام علیکم دوستانی عزیزی، من مطمئنم که این هفته رو به صبرانه انتظاری کشیدید و من امروز مهمان عزیز رو میخوام معرفی بکنم، ولی قبل از همه میگویم که ما در اتل سیرین شهری دوشنبه قرار داریم. فضای بسیار سازگار، محیط موافق برای ایجادکاران. فرهناز امروز مهمان ما است و عزیزان دل اگر اهمیت داده باشید، 2 سال اخیر فضای اینترنت و پلتفرم‌های تفریحی اینترنت پوری فرهناز شد. همه جا ترانه‌های فرهناز، در سر هر یک کوچه، سر هر یک قدم، از داخل هر یک автомашина، در 2 طبقه کشیدن آسان بکنم، ادرس تا زهر محله پرسان بکنم صدا میدهد. در 2 طبقه کشیدن آسان بکنم، ادرس تا زهر محله پرسان بکنم. خیر، اکنون گپ رو کم میکنم، فرهناز رو سلام میگویم، سلام خود رو میرسونم با شما و سلام شما رو به فرهناز. سلام فرهناز. سلام کیارزو و بینندگان. شما خوبید؟ رحمت خوبم. شما خوب هستین؟ تشکر. فرهناز، راجع به شما و عموما زندگی شما معلومات اصلا کم است در اینترنت. من اینقدر جستجو کردم، گفتم یگان سوال‌های بسیار دشوار پیدا کنم، اما چیزی نیافتم. زندگی شما از کجا سرچشمه میگیرد؟ راستی من میترسیدم یعنی برنامه شما راستی ترسیدم برای سوالای کاغذ پیچ شما. فرهناز، شما اینقدر دختر آرام طبیعت، ساکت، ولی در صحنه اینقدر انرژی بسیار دارید. در چگونه اویله شما به اویله رسیدید؟ خدا را شکر در اویله بهترین به دنیا آمدم. راستی بسیار آدم های پرسند که در اویله تان یگان کس صنعتکار است، یگان چی است؟ اولاد مادرم باشد، همه صنعتکار هستند، همه صنعت دوست هستند و مادرم نیز صنعت رو دوست می‌دارد. من هم تماما صنعتکار شدن نمیخواستم، نمیدونم پدرم هم نمیخواست، برادرانم نمیخواست. من در اویله‌مان 1 دختر هستم، 3 برادر دارم و آنها نمیخواستند من یعنی صنعتکار شوم. بعد یکمین سرودی خود را که برآوردم، برادرانم با من قهر کردند، جنگ کردند. خیر، باز در برنامه پروین اشتراک کردم. دیگر دیدند که همه مرا شناخت، همه مرا پذیرفت، دیگر هیچی نگفتند تا حاضر که خدا را شکر حاضر یکم پرابلم نیست. نه. فرهناز، مجازات نمیکردند شما رو برای مثلا سرکشیتون؟ یکم بار مثلا آزار میدادند شما رو برای صنعتکار شدن؟ بله. نه، راستی بسیار گپ کردند در شبکه های اینترنتی، بسیار گپ کردند که برادرش در اینجا است، برآمده این را میکشد، پدرش این را خل کرده است، از خانه پیش کرده است. این گپ ها دروغ است، چون که من 1 دختر هستم. مرا پدرم به حد دوست می‌دارد، مادرم هم به حد دوست می‌دارد. تا حال پدرم مرا یگام دشنامی و دلم را آزار نداده است. مادرم. پدرتون چیکار میکنه؟ راستی پدرم صاحب کار بودند، بسیار بیمار میشدن، ما اهمیت نمیدادیم. 1 روز اینسولت، یعنی این بله، سکته مغزی، بله، به این گرفتار شد. ما حاضر باشد چشم پدرم 1 طرفش نمیبیند. بسیار کوشش کرده استیم که معالجه کنیم. یگون نتیجه است بهتر شد پدر؟ حالا نه، انشاءالله به نزدیک. چه خیلی کوشش کردید؟ 1 بار جراحی کردیم، باز 1 باره شد. جراحی فایده نآورد. حالا چه خیلی است وضعیتش؟ می شود، خدا را شکر. مادر چی؟ کار میکند مادرتان؟ نه، راستی مادرم هم خانه نشین هستند و
راستی مادرم آنقدر سلامتیش خوب نیست، ولی من به همین یک دختر بودنم کوشش دارم که مادر هم مریض است؟ بله. چی کسلی داره؟ دکتر و طبیبا گفتن که دلش مریض است. ما به چند بیمارخانه بودیم، مادر من بسیار تمام بیمارخانه‌های همی شهر شنبه را طی کردیم، در چه نیفتن. خودش رو چی خیلی حس میکنه؟ آزیره یعنی گفتن نمیتونم برم پیش بگم که اوچه خیلی درونی من میسوزه. یعنی خود رو پرقوت نشان میده در پیش مادر؟ اوچه فقط فکر میکنه که ما یکم تمام فکری او را نمیکنیم، بپرواگی میکنیم، ما چی چیزی میکنیم به خاطر اوچه میکنیم. یک لحظه شما به خود توقف میکنیم. دوستان عزیز، تو به خود آمدن فرهناز، من کمی درباره فرهناز به شما معلومات میدهم. 1 سال پیش ما همکاری را با فرهناز شروع کردیم و ضمن این همکاری اولین ترانه‌ای که فرهناز انتخاب کرده بود ترانه مادر بود. این ترانه رو گرفت، برابر گوش کردن گفت در دلم جا گرفت این ترانه، من این ترانه رو حتما میگیرم میسرایم. موضوع ترانه مادر، بزرگی مادر بود و حالا که من اشک‌های فرهناز رو میبینم به خلاصه میآیم که بیهوده فرهناز این ترانه رو انتخاب نکرد. یعنی برای شاد کردن خاطر مادر عزیزش این ترانه رو انتخاب کرد. ترانه خیلی جالب است. آهنگش از دوران رحمتزاد، شعرش رو من انتخاب کردم و فرهناز پسندید این ترانه رو. حالا به خاطر کمی تغییر دادن همین حالتی که به وقوع پیوست، شاید کوشش کنیم که این ترانه رو برای شاد شدن دل مادر یک جای با فرهناز بسرایم. یک پارچه‌اش رو اگر بسرایم، هم مادر فرهناز خرسند می شود، هم تمام مادران دنیا. من مطمئنم به این چیز. کمی به خود آمده. ببخشید که من این موضوع بسیار هم حساس رو در میان گذاشتم، ولی اگر حالا این ترانه رو بسرایم، هم مادر شما، همه مادرها خرسند می شوند. آچه دروازه روا کن که رسیدم به درت، آمدم آچه ای جان تا که بگیرم خبرت، غم و درد و علم و گریه بسیار بسی، نبینم آچه ای جان کاش دیگر درد سرت، ماهی تابان آچه مرهمی جان آچه، پاک و زیبا مثل هر آیات قرآن آچه، روی کور پچه نشین باز به پیشم آچه، صدقه خاکی قدم. عجیب این آواز رو ببینید. آواز مثل صدای چشم ساران است که از کوه جاری می شود با صمیمیت و پیشی راه این آواز رو چیزی گرفتن نمیتواند. هنر و هنرمند رو باید اعتراف کرد. هستند آدمانی که میبینند هنرمند رو و هنر رو در هنرمند میبینند سکوت میکنند. سکوت نباید بکنیم، باید هنر رو اعتراف کنیم. فرهناز آوازی فوق‌العاده دارد. حاضر سوال دادن که وضعیت مادر چگونه است و این اشک مرا نماند که با شما صحبت کنم. راستی من خیلی مادرم را دوست می‌دارم و هر شب به خوابی میکشد، به دیگه خونه میدرم لیک نشان نمیتم. یعنی گفتنی هستم که سخت مادرم رو دوست می‌دارم، سخت. سخن هم نگویید فرهناز، این معلوم است از چشمهای شما، از اشکهای شما معلوم است. همین اشک شما دلیل محبت بی‌شایبه، محبت بی‌دروغ شما نسبت به مادر است و دیگر حرف در کار نیست در این میانه. راستی میگفتن که
برنامه اکای ارزو برای گیره میکنی حاضی من پیش اومدم گفتم که من این قمه خواندم چخه من اوجا مدروم گیره میکنم که امی عشق خودش آمد. فکر میکنم این عشق خیلی صمیمی بودند به خاطر مادر میخواست که شما سراینده شوید. بله هنوز هم میخواهد. هنوز هم میخواد. وقتی که شوخی میکنم به طرف مادر میگم اوچه من به شوهر میبرم میگه شوهر چی کارش میکنی؟ شوهر نکالی. میگم چی؟ میگه با میسته فکر میکنم میگه خی بچم با یکی نگوی که چه مرا شوخی نمان گفت کی میفورد شوک همه اختیار داده است خودت فقط در حیات پیش پایی نخر. مقصد بسیار میخواهد هر وقتی که من سرود میبرم یک سرودی نه مادرم میگوید دایجا بشی ما سرودی تر گوش کنم من خطایی او را بیاوم ایجاش خطا های ایجاش خیلی راستی مادرم بسیار درباره صنعت میفهمند و خودش هم کم کم شاعری میکند آهنگساز هم هستند. چند بارها به من گفتند که بیا من به تو یک سرودی هم من به پروایی میکنم. نه از شما نه از یا این اکای ارزو یا که از دیگر بگیرید یک سرود مادر رو بسرایید. در فکرم هستم. خیر مادرم بسیار صنعت را دوست می‌دارد و به من فقط میگوید که پیشروی کن. میبیند در خانه میشینم یا که یگام جا به سیر و گشت میروم زنگ میزند ای دختر بیا در خانه بشی ای پای کارو چه استودیو برای سرود تیار که ای مده بسیارتر او در فکری کاری ما هسته. شما گفتید مادر میخواهد با شوهر برای اگر خواهش داشته باشی، یعنی از اینجا معلوم میشد که هنوز ازدواج نکردید؟ نه راستی من این حال 19 ساله هستم، در 19 سالگی قرار دارم و نقشه ندارید که شوهر بکنید یا دارید؟ این نقشه رو هم دارد. فکر میکنم که همه دخترها میخواهند خوشبخت باشند. کی میخواهید با شوهر وارد؟ با من باشد همین روز. لیک همش تقدیر نصیب است. نامزد پیدا شد؟ حالا نه. میخواهم که به شوهر برای شوهر کردن میخواهم یک انسانی باشد که تا آخرین نفس یعنی با من باشد. بسیار صنعتکارای هستند که مقصد شوهر کرده بر اومدن باز گفتند که شوهر کنیم دیگر صحنه نمیبرایم، ولی بر اومدن. از خداوند تعالی امید دارم که یک انسانی رو برای من عطا کند که یعنی خدا ترس باشد. اگر همین گونه انسان پیدا شود فرهناز، شما صحنه رو ترک میکنید؟ البته چرا نه. برای همیشه؟ برای همیشه. کلا دیگر نمیبراید؟ اگر وقتی که در بری من باشه من چه مقصد گپی شوهر رو میگویند اطاعت کنی از گپ شوهر بیرون برای این. یعنی شما تیارید؟ بله من تیار هستم و لیک فکر میکنم خیلی آدم نیست. چرا نیست؟ شاید باشد. اگر همین گونه انسان پیدا شود شما کلا صحنه رو ترک میکنید؟ انشالله همین نیت رو دارم. همین گپ رو در چند جا که گفتم باور نمیکنن. نه تو میکنی باز برای طاقت خانه‌شینی نمیکنی. لیکن من از خودم باوری دارم که من دختری یعنی عذاب کشیدم، دختری که من بسیار پستی و بلندی رو دیدم. از خودم باوری دارم که انشالله من مادری فرزندانی خوب، زنی یک شخصیت خوب شده میتونم. من هم باور دارم به این چیز و واقعا دخترهایی که با رنج و مشقت زندگی خود رو میسازند بسیار هم جدی‌اند. زود ما از شما باید خواهش کنیم که اگر ترانه رو حالا زمزمه کنید هنوز که شوهر نکرده اید. میخواهم همون ترانه رو زمزمه کنید، ترانه‌ای که از هر یک افتماشین در خیابان‌های شهری دوشنبه صدا می‌دهد. دردا طبقم کشیدن آسان بکنم، آدرس تزی هر محل پرسان بکنم. دردا طبقم کشیدن آسان بکنم، آدرس تزی هر محل پرسان بکنم. تا زیغ نشوی یاری جگر گوشه من،
اشکام از چشمان تو پنهان بکنم، در عشق تو ای جانم من کشته و قربانم، حیران و پریشانم آدرس نمیدانم. عجیب، خیلی جالب است. این ترانه رو بسیاری ها از زیاد میدونن به فکر و یک چالش هم شد. این ترانه رو خیلی استفاده برندگان اینستاگرام چالش کردن یک مدت. فرهنوز یگون مکتب هنری ختم کردید یا نه؟ از صنف 9 برآمدم. یک سال در کالجی احمد باباقوف تحصیل کردم و یک سال بود. بعد از آنجا برآمدم بسیار از خوردیم همین ساحه طبی رو به حد دوست می داشتم. یک سال در اینجا خواندم، باز در کالج طبی. کالج رو ختم کردید؟ نه، این حال سیم کورس. سال سوم است که در کالج طبی تحصیل میکنید. یعنی دکتر میشوید، همشیره شفقت. همه خیلی نیاز دارم. می توانید مثلا سوزاندارو گذرانید؟ بله، من عائله خودمان رو، پدرم یعنی مادرم رو، برادرانم رو خودم نگاه میکنم. یکی شوهر کنم با من بیاد که بس مقصد سرودخوانی بس. سرودخوانی بس دیگر نکن یا یگان کاری دیگر کن. من پیش یگان کس سرخم نکنم و در یگان بیمارخانه در یگان جا به کار درایم. عجیب. همین نیت رو دارم. ولی من نمیدونم شما به صحنه میتوانید زندگی کرده یا نه؟ این سوال است. از روزی که پرویز پیدا شد راستی بسیار چیزها رو به من آموخت. من از زمین تا آسمان از پرویز میندار هستم. تماما در فکر من نبود که باید من پیشروی کنم. لیک از روزی که ما با پرویز با خوردیم، هم صحبت شدیم، مرا نمیموند کمی خواب میکنم، خیز استودیا، خیز اینجا. راستی با کمک پرویز من صنعت را هم دوست داشتم. کم آوازه ها هستند که میان شما و پرویز شاید عشق و حال باشد. تا کدام اندازه درستند این گفته ها یا اینها فقط آوازه هستند؟ نه، پرویز را به جای برادرم قبول کردم. بسیار احترامش میکنم، بسیار دوستش میدارم. خیلی بین ما دشمن ها بسیار میدارند. کی؟ پرویز نگفت. من از پرویز پرسیدم که کی میان شما میدارد، اما نگفت. کی میدارد میان شما؟ راستی خیر در اینجا گفتن نمیشود. بسیار آدما میگن ای پرویز این طور هست، با او کار نکن، این خلاصی. من بعدی پرویز رو ندیدم تا این درجه. ولی به هر حال کی میگه من میخوام که همون چهره خبرکش ها رو برملا کنیم، طوری که میگن رویشون رو سیاه کنیم. اکرزول بجای میمونی جان. در گوشم بیاید در گوشم. نه ولی بعد از ثبت بسیار خوب. یعنی میخواهند جدایی اندازند میان شما و پرویز؟ بین ما و پرویز یک محبت هست که برادرانه و خواهرانه. ما یک دیگر رو احترام میکنیم. خیلی میشه در بین برادر و خواهرم بسیار جنجال ها میشود. در اطراف چی بیشتر شما جنگ و جنجال میکنید؟ یکم برای سرود، برای مسئله ایجادی. مسئله ایجادی. خورشید منم تو آسمانی، گلباغ منم تو باغبانی. شما در بین 3 پسر به وای رسیدید؟ چون دختر در بین 3 پسر به وای برسد بسیار چست و چالاک میشود. در مکتب من وقتی که میخوندم همه معلما یعنی استادان مرا نقض نمیدیدن، شوم میدیدن. چرا؟ برای آنکه من بسیارتر با پسرها بودم. یعنی با یگان مقصد نه، فقط میخواستم با آنها فوتبال کنم، میخواستم با آنها فوتبال هم میزدید؟ بازی میکردم. یعنی از همین سبب کسی مرا نقض نمیدید، میگفت این خلاص اون خلاص. لیک دلی من صاف بود، تنها دوگانه بازی نمیکردم، فقط جوره داشتم، دوگانه نه. ولی گاه در زندگی انسان ها رو فوتبال میکنن، توپ رو نه انسان ها رو. این گناه هم میشود و ضربه های زندگی سخت‌تر از ضربه های فوتبال هستند. یک وقت فهمیدم که شما با یک
блогери тоҷик духтарак моҷаро кардед, дуруст аст? Сабина аст ё намедонам ки моҷаро буд? Не. Чӣ хел не? чаро шумо дурӯғ мегӯед? خیلی میشود بینی بود ماجرا کمتر میخه یک طرف خانه شهر دوشنبه دوستانی من نشسته بودند و گفتند که آنجا حتی شما دست به گریبان شدید به یکدیگر. راستی بین ما کمتر نفهمی شده بود. من گناهکار نبودم. سبین جان دختری من احترامش بکردم. من نمیدونستم که با من این گونه رفتار میکند و همه خیلی بین ما نفهمی شد و باز عذرخواهی کرد از من. کی رو زد؟ اونجا گفتند که به هم در افتادند دخترها. هر دومان زدیم. نه راستی من جنگ اونقدر جنگ رو نقص نمیبینم. کوشش میکنم که دل کسی رو نرنجانم. کوشش میکنم که کسی از من نرنجد. یعنی نفهمی شد و من بسیار از او خواهش کردم که سبین جان آرام شو، مقصد اینجا نفهمی هست، لیکن نفهمیدن، با من جنجال شدن، لیکن گندگی رو هم میتوند. من هم دیگر خب کردن نتوانستم. به انجام رسیدین ماجرا تمام؟ بله بله. عین حال ما سلام علیک هستیم، مقصد یعنی فراموش کردید؟ بله. همراهی کدامی که جنجال کنم، جنجال شوم، پگاه آن را میبینم، میدوام سلام علیک میکنم و حیران میشود دین قطعی جنگ کردگی بود. ما عیاد میبره که ما قطعی جنگ کردگیم. همین فیلم بله همین فیلم ما خودم نغز میبینم. اوچم فقط میگه دختتی خیلی نشه. اوچم طرف اوچم که رفتگی نیستم، فقط اوچم میگه خیلی نشه خطا بقب گپ نزنه که نمیتونم من کده. با جای در مکتب بودم تحصیل میکردم و پسرها یعنی بسیار پسرها میترسیدن با من جنجال کنن یا گفتو. از بس که من نمیترسیدم از جنگ، نمیترسیدم. بله از دختر میترسیدم، از پسر نه. از دختر چرا از دختر رو میترسیدی؟ برای که دشنام های بیزیب دارند، یعنی تست پهن میشود یا که از همین چیزا میترسم. لیکن از پسر میزدم، فقط میزدم. چی میزدی؟ با جایش یا مثل دخترها با شلاق آهسته؟ من یک روز یک خواننده من با من جنجال شد و از کتفش گرفته به موش در دندانش زدم. دندانش افتید. همین خیلی بسیار جنجال میکردم با پسرها. قوه مشت شما رو میسنجیم؟ واو دستم درد. کاری که دیگه همینجا برم که قدیم سلام علیک دستم شخ شد. واقعا این ضربه سخت است. اگر با من باور نکنید من میتونم نواربردارها رو بگم که یک بار این ضربه رو بسنجند، ولی به هر صورت مطمئن باشید که این ضربه دخترانه نیست. این ضربه دخترانه نیست و آن نامزدی که میخواهد پیشنهاد ازدواج دهد به فرهناز، این مشت ها رو نیز باید به این نوبت بگیرد. فرهناز رو باید با مشت هایش دوست بدارد. بین باید مشت های سخت. یگان مشق کرده اید برای مشت زنی؟ ها. همراه برادرها؟ بله همراه برادرها. بسیار از خوردیم. دویم برادرم فقط میگفت علی مترزل میبرم. فقط میخواستم لگ میدانستم که و مرا نمیبرد. میدانستم لگ میخواستم در خانه مشق میکردم. در خانه بود مثلا تجهیزاتی مشق؟ نه نبود. لیکن خیلی برادر کلانیم وقتی که به خانه می اومد من خودم رو به خواب میدوختم. هر شب که به خانه می در اومد و به من گفت شین خیز فقط به من مشق گریه میکردم. من پسر نیستم و من رو مجبور میکرد. و از این مشت های قوی با اون دختره که بلوگ تقدیم کردید یک دوتا؟
اکه زوج ام گپ چی کار میکنی بعد ما را جنگ بداسی. بسیار شما دختر پرقوتید. مشت قوی دارد این دختر. همین گردآفرید تاجیک همین است. فرهناز بیاید اکنون این مشت ها رو یک طرف میمونیم و یک ترانه زمزمه میکنیم. سرودی که خودتون دوست میدارید؟ سرودی که خودم دوست میدارم راستی از گوگوش است. گوگوش به حد دوست میدارم. این سرود را در کجایی که به من بگویند سرود بخوان و اول من این سرود را پیشکش میکنم. توجه کنید دوستانی عزیز، اینک سرودی گوگوش نازنین صدا میدهد با آواز فرهناز نازنین. همه جا هستم و نیستم، پیش تو هستم و تنها، منو از خودت رها کن، یه هوای تازه میخوام، خسته و زخمی ابریه چشمات نشودین دل واپسی من کی خیلی وقته خیلی تنها، به دنبالی کی میگردی منو نشناختی و نشناس، تو چی دور باشی چی نزدیک، یکی از ما هنوز تنهاست، هنوزم رد پاهامو فقط برگاه کی میدونن، تو پاییزی که 4 فصلی تمومی سالو میمونم. براو کیف کردم. دوستانی عزیز سپاس میگویم به فرهناز که آمد و خاطر ما رو شاد کرد و سپاس باز به پرویز که سببگاری واخوری ما و شما با فرهناز گردید. می‌ندار هستم که امروز ما رو به برنامه خود دعوت کردید. بسیار خرسند شدم، بسیار درد دل کردم. هم گریستیم، هم خندیدیم، هم شوخی کردیم، هم مشتزنی کردیم. خیر، خداحافظی میکنیم دوستانی عزیز. خیر، مسلط موفق باشید تا برنامه‌های آینده.